سلام دوستان عزیز، این یک برنامه آموزشی هستش و قصد دارم با شناسایی دو مدل کندل روند صعودی و یا نزولی یک سهم را پیش بینی بکنیم که در اغلب موارد، یعنی در 70% موارد، این کندل های دوقلو، کندل استیک های دوقلو درست جواب میدن و خیلی مهم هست شما اینا رو بتونید یاد بگیرید. با هم دیگه بررسی خواهیم کرد این موضوع رو. فقط خواهشی که دارم اینه که ابتدا ویدیو رو لایک کنید، اگر هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید حتما عضو کانال بشید و حتما نظرتون رو هم برای من بنویسید. موضوع دیگه هم اینه که دوستان ببینید، ما به بحث تئوری مباحث آموزشی نمیپردازیم، ما فقط میخوایم نتیجه بگیریم از اینها. من توی آموزش قبلی که برای شما گذاشته بودم در ارتباط با بولینگر، ما فقط اومده بودیم گفته بودیم آقا بولینگر در اینجاها میتونه صعودی یا نزولی بشه. دیگه حالا به تعریف بولینگر و حالا بولینگر چیه و چجوری به وجود اومده و چه میدونم اون اعدادش چی هستند و چی نیستند و اینا خیلی ما ورود نمی کنیم. ما فقط برامون نتیجه مهمه. همینجور که قبلا توی بقیه نمودارها مثلا نمودار اندیکاتور RSI، مکدی، ورود به فرمول اینها ما نکرده بودیم و فقط نتیجه برای ما مهم هستش. به خاطر همین این موضوع را مد نظر همیشه داشته باشید. ببینید، دو مدل کندل استیک من اینجا برای شما انتخاب کردم که ابتدا یک روندی رو ما اینجا نگاه میکنیم که از این بالا داره میاد، یعنی یک روند نزولیه، میاد به یک کندل قرمز منتهی میشه. البته خب قبلیش هم طبعا قرمز، اینم قرمزه، اینا قرمزه دیگه. من قرمزای قبلش رو نکشیدم، اینجا میتونه 10 تا قرمز قبل از این باشه. ما میایم به یه دونه قرمز میخوریم. بعد از این قرمزه یک کندل سبزی هست که این کندل سبز کل این قرمز رو پوشش میده از نظر اندازه. ببینید، از نظر اندازه، اینقدر اندازه این بزرگه که کل این قرمزه داخل این جا میشه. این مورد وقتی که پیش اومد، از اینجا به بعد میگیم که سهم قابلیت صعودی شدن را میتونه داشته باشه. برعکس این رو اون پایین دقیقا نگاه بکنیم میبینیم با هم دیگه، یعنی اینا سبزه یا روند صعودیه. حالا مثلا همیشه هم که همه اینا سبز، شاید یه قرمز کوچیک هم وسطشون باشه. کلا روند الان صعودیه، روند صعودیه. به یک کندل سبزی میرسیم که کندل بعدی اون یک قرمزی هست که کل این سبزه رو میپوشونه. از اینجا به بعد ما انتظار داریم که روند نزولی بشه. خب پس این مدل رو بهش میگیم مدل پوشش‌دهی، الگوی کندل استیک دوقلو پوشش‌دهی، یعنی کل کندل قبلی خودش را پوشش میده از جنس مخالفش. یعنی اگر که الان صعودیه یا سبزه، جنس مخالفش میشه قرمز، اینو پوشش میده. اگر این قرمزه، جنس مخالفش میشه سبز و اینو کامل پوشش میده. اینجا انتظار داریم که کلاً روند بازار برگرده. و حتی در یک مدل دیگه که بهش میگیم مدل انبرک، دقیقاً مثل همونه. دقیقاً ببینیم مثل همونه، فقط تفاوتش اینجاست که نگاه کنید الان این قرمزه، این سبز بعدی اندازه این قرمزه نیست یا بزرگتر از این قرمزه نیست، این اندازه نیست، یعنی از اینجا تا اینجا نیست، ولی با این قسمت بالا و پایینش که یه خط هستند، ببینید یه خط هستند، با این قرمزه برابری میکنه. یا اینجا هم همینجور، ببینید اینجا این سبز رو نگاه بکنید، الان این قرمز به اندازه این سبز نیست، ولی کلشو که در نظر بگیریم با اون دو تا خطی که بالا پایینش افتاده، یعنی در حال باز شدن قیمت و بسته شدن قیمت‌های ابتدایی و انتهایی مهمن که در طول روز باعث شده یه همچین خطی ایجاد بشه برای این.
در این صورت هم همون اتفاق میفته، یعنی اینو بهش بگیم انبرک نزولی، اینو بهش بگیم انبرک صعودی. پس اینجا الگوی کندل استیک دو قلوی ما الگوی انبرک هستش. پس دو مدل رو اینجا در نظر گرفتیم، یک مدل همپوشانی که خب خیلی مقتدرانه کندل بعدی بزرگتر از کندل قبلی و از جنس مخالف هستش، و این یکی مدل انبرک که به اون اقتدار نیست، به اندازه اونه با این قسمت‌های بالا پایینیش، و بعدا مجددا اینجا انتظار یک روند صعودی و اینجا روند نزولی رو داریم. حالا بریم با هم دیگه بررسی بکنیم تو چند تا از نمودارهای مختلف، حالا هم توی بورس هم تو نمودارهای مختلفی که در حال اینا تحلیل تکنیکال دیگه، فرق نمیکنه، تکنیکال هر جایی میتونه جواب بده. اینجا نگاه بکنیم، من نمودار پوند در برابر دلار را باز کردم و بعد هم یه دونه توی بورس ایران هم با هم دیگه میبینیم، جهانیش رو میبینیم و بورس ایران رو با هم میبینیم. خب ببینید از اینجا من شروع میکنم که یک روند نزولی را میبینیم، چندین کندل قرمز پشت سر هم. اینجا ببینید یک کندل سبز بعد از این کندل قرمز به نوعی که کل این کندل قرمز را هم پوشانی کرد. الان پس انتظار صعودی شدن رو داریم و دقیقاً هم میبینید حتی بعدیش کندل قرمز بوده ولی خب ببینید اون قرمزه تأثیری نداشته دیگه، اینجا این حرکت را به صورت صعودی شروع کرده. ولی اگر که این قرمز اندازش می اومد از این سبز بزرگتر می شد، بعدم برعکس میتونست بشه، یعنی روند دوره نزولی می شد اینجا. خب پس این یه موردی بود که اینجا دیدیم. باز بیایم توی یه دونه نزولی دیگه ببینیم که این اتفاق میفته. ببینید اینجا هم مثلا صعودی شده ولی این حالت ها نداشتیم، یعنی اینجاها هم نداشتیم، یعنی این همیشه شاید جواب نده، یعنی نزولی صعودی شدن ها همیشه بر این اساس نیستن، ولی هر موقع به این الگو برخورد کردیم قطعا بعدش میشه، یعنی 70% اوقات میشه. ولی خب شاید هم مثلا الگوهای دیگه ای هم باشه دیگه. حالا بیایم ببینیم. ببینید اینجا مجددا یه روند نزولی را داریم، هم اینجا هم اینجا. ببینید سبز بعدی هم پوشانی کرده، یه روند صعودی، ولی مجددا ببینید حالا روند نزولیه. چرا؟ چون قرمز هم پوشانی کرده کل سبز را و روند اومده پایین. حالا اینجا نگاه بکنید، مجددا این سبز اومده کل قرمز را هم پوشانی کرده و روند صعودی شده. روند صعودی شده. باز اینجا یه روند نزولی کوچیک داشتیم و این اتفاق افتاده، یعنی سبز اومده کل اینا هم پوشانی کرده، مجددا صعودی شده. اینجا نزولی اومده پایین. این سبز رو نگاه بکنید، از این قرمزه بزرگتره و صعودی شده. باز اینجا این اتفاق افتاده. ببینید همه جا دقیقاً اینجوری هست دیگه. اینجا باز نگاه کنید، این سبز بزرگتر از اینه و صعودی شده. حالا خودتون هم میتونید اینا رو بیشتر ببینید. حالا بیایم روی یه سهم هم با هم دیگه این موضوع رو ببینیم. حالا یک سهم هم جو من که پارس رو مثلا در نظر گرفتم از یه مقطعیش با هم دیگه ببینیم. یکم بزرگترش بکنیم. خب ببینید اینجا رو نگاه کنید، الان یه روند نزولیه. اومدیم اینجا، این سبز رو نگاه کنید، کلا اومده قرمز قبل خودش رو هم پوشانی کرده. پس یه روند صعودی شروع شده، اومده بالا، اومده بالا. این یکی رو هم نگاه بکنید، از اینجا این صعودی رو نگاه بکنید، این سبز که اومده اینجا، این قرمز رو نگاه کنید، اومده کل اینو هم پوشانی کرده و یه روند نزولی پشت سرش داشتیم.
پس هر موقع به این الگوها ما رسیدیم بعدش تقریبا قابل پیش بینی هستش. حالا میگم همه صعود و نزول ها اینجوری نیستن، ولی وقتی هم به این الگو رسیدیم معمولا میشه دیگه. یعنی این اتفاق میفته و شما به راحتی از روی کندل ها میتونید که تشخیص بدید که اینها به صورت صعودی هستن یا نزولی. خودتون باید یه مقداری دیگه بگردید و اینا رو پیدا کنید. فقط این حالت ها یادتون باش. یه بار دیگه میگیم نزولیه اینجا، کندل قرمز، بعدیش سبز انبرکه که با اون قسمت بالا پایینش برابری بکنه، صعودی میشه. سهم داره صعودی حرکت میکنه، اینجا یه قرمزی میخوره که با بالا پایینش اندازه این میشه، بعد نزولی میشه. و همپوشانی هم دقیقا همینجوری که کلشو میپوشونه و خب این قوی تره، این قطعا قوی تر هستش و صعودی یا نزولی بودنه. سهم رو میتونید ببینید روی تعدادی سهام، برید اینا تست کنید، میبینید که 70-80% تقریبا درسته، شاید هم بیشتر. الان دو مورد با هم دیدیم و صحت این قضیه را دقیقا متوجه شدید. خب منتظر نظرات خوب شما عزیزان هستم تا برنامه بعد. خدا نگهدارتون باشه.